تصور کن رفتی زندان ملاقات همسرت و زندانبان میاد بهت میگه که همسرت 3 روز پیش اعدام شده. چه حس و حالی بهت دست میداد؟ داستان در مورد دختری به نام معصومه است که قبل از انقلاب عاشق میشه. عاشق فردی به نام سعید که توی داروخونه کار میکرده در حد چند کلمه با معصومه حرف میزده. بعد از اینکه خانواده معصومه در واقع برادراش میفهمن که عاشق فردی به نام سعید شده، انقدر اینو کتک میزنن و تو خونه زندانیش میکنن تا تن به ازدواج اجباری با یک پیرمرد بده. معصومه که درسش هم خیلی خوب بوده و قصد داشته قبل از انقلاب در واقع بره دانشگاه، به ناچار مجبور میشه که ترک تحصیل کنه. از قضا یه خانواده سریع میفهمن که خب معصومه تو خونه حبس شده و خیلی فوری میان خواستگاری معصومه برای پسرشون. خیلی بدون هیچ حرف و حدیثی و بدون اینکه معصومه اصلا موافقت کنه، معصومه رو برای پسرشون میگیرن. معصومه که وارد خانواده اون پسر میشه و با اون پسر ازدواج میکنه، میفهمه که یه چیزی این وسط درست نیست و اصلا پسره هیچ میلی نداشته که با این معاشرت کنه، حتی حرف بزنه. این پسر، همون همسر معصومه، کمونیست بوده و کلاً رضایت داده بوده که خانواده‌اش براش یه دختر انتخاب کنن که دست از سرش بردارن که بتونه شبانه به جاهایی که حالا تجمع‌های کمونیستا بره و علیه شاه بجنگن. معصومه شروع میکنه تنهایی تو اون خونه بوده، مجبورم شده بوده ترک تحصیل کنه. همینجوری شروع میکنه کتابای شوهرش رو خوندن و برای خودش سرگرمی درست میکرده، چون معمولا شوهرش خونه نبوده. یواش یواش زندگی اینها پیش میره و خیلی اتفاقی معصومه حامله میشه و شوهرش اصلا از این بابت راضی نبوده. گفته من یک زندگی نرمال نخواستم، من به خاطر اجبار خانواده‌ام باهات ازدواج کردم، باید بچه رو بندازی. معصومه قبول نمیکنه و تنهایی پسر اولش رو به دنیا میاره. چون میگم تنهایی به خاطر اینکه شوهرش اصلا نبوده خونه، همش یا تو مبارزه بوده یا تو تجمع بوده. اسم پسرش رو میذاره سیامک. دوباره یک مدتی میگذره و اینا یه ذره با هم خوب میشن و معصومه تازه داشته میفهمیده که شوهرش چه کارایی میکنه یا چه عقیده‌ای داره که متاسفانه بچه دومش هم باردار میشه. این سری معصومه اسم بچه رو انتخاب میکنه و اسمشو میذاره مسعود. طبق معمول حمید، همون شوهر معصومه، هم نبوده دوباره توی این قضایا و پدر مادر حمید خیلی ناراحت بودن که آقا معصومه تو چرا نتونستی اینو پاگیر این خونه کنی؟ چرا باهاش دعوا نمی‌کنی؟ چرا نگهش نمی‌داری؟ اون 2 تا بچه داره و از این قبیل داستان‌ها که معصومه میگه آقا ما اسماً زن و شوهریم، رسما با هم هیچ کاری نداریم، البته به غیر از این که هر از گاهی بچه دار می‌شدن. و همینجوری این جنگ‌ها و مبارزه‌ها و اینا ادامه پیدا میکنه تا اینکه معصومه بنده خدا بچه سومش هم باردار میشه که این سری با توافق هم دیگه اسمشو میذارن شیرین. معصومه 3 تا بچه رو به دندون گرفته بوده و بزرگ میکرده و حمیدم نبوده تا اینکه دوستای حمید رو میبینه، نمیدونم متوجه میشه که حمید واقعا داره چه کار خطرناکی انجام میده و التماسش میکنه که تو رو خدا ادامه نده، تو 3 تا بچه داری. اما چون دوستای حمید توی مبارزات کشته شده بودن یا توسط حالا ساواک گرفته شده بودن، حمید رضایت نمیده که از مبارزه دست برداره. میگذره تا انقلاب میشه.
بعد از انقلاب که هنوز جو کشور مشخص نبوده که حالا قراره جمهوری اسلامی باشه، مجاهدا بودن یا چه بدونم منافقا بودن یا کمونیستا بودن، کدوم جبهه میخواد اداره مملکت رو دستش بگیره، حمید ناپدید میشه. یه مدت طولانی حمید ناپدید بوده تا اینکه معصومه به همراه پدر حمید متوجه میشه که حمید توی یک زندانی دستگیر شده و توی زندانی هستش و ردش رو میزنن، پیداش میکنن. وقتی میرن سراغ حمید بهشون خبر میدن که حمید 3 روز پیش اعدام شده و اعمال و کاراشو پس نگرفته و کوتاه نیامده از اون جبهه چپی که داشته و حکمش اومده و اعدام شده. پدر حمید در جا سکته میکنه و 1-2 روز بعد فوت میکنه. یه مدت میگذره، سیامک رو به زور، زمان جنگ هم شده بوده، از کشور خارج میکنه، میفرسته پیش یکی از دوستای قدیمیش به اسم پروانه توی آلمان. سیامک کلی جبهه پدر رو پیش میگیره و مبارزه میکنه و این قبیل داستانا. مسعود به جبهه اعزام میشه و وقتی از جبهه برمیگرده کاملا یک آدم دیگه میشه، آدمی که مذهبی شده بوده، پدرش رو قبول نداشته و حتی مادرش رو هم دیگه قبول نداشته، چون معتقد بوده مادرش اصلا آدم درستی نیست و اصلا مذهبی نیست. شیرین هم که بزرگ شده بوده، حالا واسه خودش این ور اون ور ازدواج میکنه و با یه پسری میرن، فکر میکنم میرن فرانسه اگه اشتباه نکنم، یا میرن کانادا، چون خیلی مهم نیست. از قضا پروانه بعد از این همه سال رد اون پسر عاشق اول داستان رو میگیره. سعید که از برادرای معصومه کتک خورده بوده 1-2 ماهی برمیگرده شهرشون که حالا حالش خوب بشه، دست و پایی که ازش شکسته شده بوده بهبود پیدا کنه و تصمیم داشته وقتی برگشتش بیاد و از معصومه خواستگاری کنه و باهاش ازدواج کنه. اما در کمال ناباوری میفهمه که معصومه دیگه تو اون خونه نیست و به زور ازدواج کرده. سعید هم به زور یه زندگی تشکیل داده بوده و بچه داشته، اما راضی نبوده از زندگیش و دلش میخواسته که از زنش جدا بشه و بیاد و با معصومه روزای آخر حال عمرشون رو با هم سپری کنن. وقتی معصومه این خبر رو به بچه هاش مسعود و شیرین میگه، اونا به شدت مخالفت میکنن و حتی باش دعوا میکنن، به صورتی که معصومه انگار خسته بوده از مبارزه کردن، حالا یا با پدر مادر و برادرای خودش مبارزه میکرده یا با حمید داشته مبارزه میکرده و حالا هم داشته با بچه‌هاش مبارزه میکرده. بیخیال میشه و به سعید میگه که برگرده پیش زن و بچه‌ش و با اونا باشه و تنهایی بقیه عمرش رو پیش میگیره. داستانی که براتون تعریف کردم داستان کتاب سهم من نوشته پرینوش صنیعیه، کتابی که دست منه، چاپ 38م و این کتاب اولین رمان خانم پرینوش صنیعی هستش که بر اساس یکی از کیس‌های واقعیش نوشته شده و خودشون چون روانشناسی خونده بودن و یه سری کار میکردن، این یکی از پروژه هاشون بوده و تقریبا داستان واقعیه. به شدت آدم دلش به درد میاد وقتی این کتاب رو میخونه و کتاب پولوهوش 530 صفحه است و نمیدونم چی باید بگم که یک زن تو کل زندگیش نتونسته حتی یک بار هم برای خودش، برای دل خودش زندگی کنه. به قول معروف خود را ز برای ما نمیخواهد کس، ما را همه از برای خود میخواهند. این شعری بود که در آخر پروانه در آخر معصومه میگه و کتاب تقریبا همینجاها تموم میشه. کتابش به شدت روی من تاثیر گذاشت و من به شدت ناراحت شدم و نمیدونم واقعا چی باید بگم. اگر دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم.